سلام، اسم من نیکاست و این دومین ویدئوی من هست که میخوام توی یوتیوب بذارم. فعلا میخوام بدون چهره و فقط از صدام ویدئو تهیه کنم. در واقع یه اعتماد به نفس به خودم بدم که علاوه بر این که با خودم صحبت میکنم بتونم به طرز حالا هر چقدر خوب یا بد اونو ارائه بدم. من در جهت تغییر خودم البته از قدم های خیلی 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 کوچیک شروع کردم. من اول اومدم یه چیز شبیه تابلو اعلانات برای خودم درست کردم، یه جدول درست کردم اینجا که حالا یکی از نمیشه بگی نقاشی، همینجوری خودم سرگرم کردم و اینجا هم کلی مطلب دارم، در کمدم، در یخچالم، در و دیوار همه رو پر کردم. من میخوام بهتون بگم اینا چی ها هستن. یک سال و نیم گذشته من به این نتیجه رسیدم که خیلی از اتفاقاتی که توی زندگی داره برای من میفته به خاطر خودم هست. یعنی در حقیقت به خاطر اون چیزیه که من هستم، به خاطر ماهیت خودم. توی اولین قدم رفتم سراغ اون سری کانال ها و پادکست هایی رو گوش دادم که یه چیزی تو حوزه خودشناسی در حقیقت بودن. همزمان که اون پادکست ها رو گوش می دادم می نوشتم از خودم می نوشتم، از حال و هوایی که داشتم. گاهی حال و هوام نقاشی می کردم. خلاصه تایم خیلی زیادی رو می زاشتم و انگار که یه چیزی در درون من می جوشید و می گفت بنویس. و مهمترین چیزی که توی این مسیر بهش رسیدم بعد از ساعتها روزها خوندن و گوش دادن و تلاش کردن فهمیدم که من کسیم که باید مسئولیت 100% هر اتفاقی که برای خودم بیفته رو بپذیرم و اتفاقاتی که قبلا افتاده و اینکه از صندلی قربانی بلند شم. شاید کلید اصلی خیلی از مشکلات خودم و خیلی از شما همین باشه. انگار یه تلنگری بهت میخوره، البته اولش یه خورده سخت و دردناک شاید خواهد بود که بپذیرید ریشه همه چیز خود شما هستید. کلی مطلب گوش دادم تا بفهمم ریشه مشکلاتم چیه. ریشه این که بعضی آدم ها رو جذب میکنن که بهم آسیب میزنن و چیزی که بهش رسیدم در درجه اول این بود که من به اندازه کافی خودم رو دوست ندارم. من به اندازه کافی خودم رو نمیشناسم.